فدراسیه‌های فوتبال جهان و اروپا، فیفا و اوئفا تصمیم گرفتند که تیم‌های ملی روسیه و باشگاه‌های این کشور را از حق اشتراک در مسابقه‌های بین المللی محروم کند. تیم ملی روسیه به این ترتیب از امکان ادامه مبارزه برای رخصت به جام جهانی فوتبال که امسال در قطر دایر می شود محروم گردید و در لیگ ملت‌ها نیز اشتراک نمی کند. سپارتاک تنها باشگاه روسیه که می بایست در دور یک اشفینال لیگ اروپا با باشگاه آلمانی لیپزیگ بازی میکرد نیز از مسابقه خارج کرده شد. در اظهارات مشترک فیفا و اوئفا چنین گفته می شود امروز قرار مشترک برآورده شد که همه دسته‌های روسیه چه دسته‌های ملی و چه باشگاه‌ها از اشتراک در مسابقه‌هایی که تحت پرچم فیفا و اوئفا دایر می شوند خارج کرده می شوند. جهان فوتبال با اونهایی که در اوکراین آسیب دیدند همدل بوده در مقابل این بدبختی سراسری از یک گریبان سر برآورده است. ما امیدواریم که وضع در اوکراین در زودترین مدت به طور قابل ملاحظه بهتر می شود و فوتبال دوباره می تواند محور وحدت و صلح بین مردم شود. از اظهارات برمیاد که قرار از مسابقه های فوتبال بیرون کردن روسیه به مهلت است و تا زمان تغییر وضع اوکراین و قوه خود باقی خواهد ماند. اوئفا همچنین قرارداد اسپانسوریش را با شرکت روسی گازپروم بیکار کرده است. تیم زنانه فوتبال روسیه نیز از حق مبارزه برای رخصت به چمپیونات جهان که بازی نوبتیش باید 7 اپریل دایر میشد محروم شد. باشگاه‌های روسیه نیز تا بهتر شدن وضع اوکراین نمیتوانند در مسابقه‌های اروپایی اشتراک کنند. روز 27 فوریه فیفا به تیم ملی روسیه امکان اشتراک در مسابقه‌های بین المللی را باقی گذاشته بود ولی آنها باید همچنین تیم یکچین RFS اتحاد فوتبال روسیه و بدون پرچم و گیمن به میدان میبرآمدند ولی فدراسیون فوتبال پولشا، چخیا، سوئیسریا، آلبانیا، انگلیا، شویتزاریا و ایرلند گفتند که با تیم روسیه بازی نخواهند کرد. از این شمار آلبانیا با تیم روسیه در لیگ ملت‌ها که تابستان سال جاری دایر می شود باید در یک گروه بازی میکرد. پولشا 24 مارس باید در ورزشگاه دینامو با روسیه برای رخصت به مرحله نهایی جام جهانی فوتبال که در قطر دایر می شود وارد رقابت می شد ولی غایبانه این بازی را روز 29 مارس با غالب بازی بین شویتزیا و چخیا تقدیر رخصت به قطر را حل می کردند ولی هر سه دسته که روسیه می توانست با آنها روبرو شود از بازی با روسیه دست کشیدند. اتحاد فوتبال روسیه در یک اظهارات گفت با قرار فیفا و اوئفا قطعاً راضی نیست. ما چنین می‌حسابیم که این قرار مخالف معیارها و اصل مسابقات بین المللی و در عموم ضد ورزش است. این قرار طبیعت تبعیضی داشته بر ضرر شماره زیاد ورزشگران، مربیان، کارمندان دسته‌ها و از همه مهم به میلیون‌ها مخلصان روس و خارجی است. چنین عمل‌ها در صف جامعه بین المللی ورزشی که همیشه از اصل‌های برابری، حسن احترام و مستقلیت از سیاست حمایت می‌کردند جدایی به وجود می‌آورد. اتحادیه فوتبال روسیه گفت از این قرار شکایت خواهد برد